آدم یه مسافرت میخواد بره، از چند روز قبل چمدونشو میبنده، عیالش میگه حوله بذار، پیرن بذار، مکه میخوام برم، یه خود خاکشیر بذار، یه خود آلو بذار، اون قرصای سرماخوردگی منم بذار. یه ماه جلوتر تهیه میبینه که میخواد یه سفر یه ماهه بره مکه و بیاد. ما یه سفری در پیش داریم که دیگه برگشتن نداره. حالا به همین یک کلمه ما عمل کنیم چقدر خوبه. استعد لسفرش، خودمون رو آماده کنیم، بدهکاری داریم بدیم، کسی از ما ناراضیه راضیش کنیم، مالمون حروم حلال کنیم، این فکر خودمون باشیم، به خود بارمون رو ببندیم، کارمون رو بکنیم، نگیم جوانیم حالا نمیمیریم، بابامون 60 سال عمر کرد، جدمون 90 سال عمر کرد. شیطون فریب میده دیگه. ناگهان بانگی برآید خواجه مرد، ما که دست خالی هستیم. مگه این محبت اهل بیت به داد ما برسه؟ مگر محبت اهل بیت و این سینه زنی ها و آیت الله خنساری فرمودن دارم میرم دستم خالیه ولی دلم خوشه که یه جو روزه بوده، میرفتم میشستم گریه میشدم. امیدم فقط به این یه عملم.